مادر جان. مادر جان. مادر جان. شما خوب هستید؟ دخترم. مادر جان خدا را شکر که آمدید. هزار بار شکر که شما را میبینم. او را به نقطه طبی بردن در کار. کمک کنید زودتر. آهسته آرام. احتیاط کنید. آهسته. تو اینجا چی کار داری؟ مادرت را از دست سلاحداران نجات دادیم. خدا شفا دهد. ایست. تو را دیده خاطره های عجیب پیش نظرم آمد. چی گفتن میخواهی دکتر؟ من 24 ساعت به خواب و استراحت در خدمت این دولت و خلق هستم. میفهمی؟ در خدمت خلق هستی؟ خدمت تو برای مردم بیچاره شکنجه دادن است؟ چتین صلحان. حاضر اثبات نمی کنم، لیکن از نام دولت با چی کار مشغول بودنت رو میدانم. فراموش نکن همیشه از پست هستم. با من نگر دکتری بیعقل. تو با من تهدید میکنی. من از گروه ضد ترور. گپی من در همه جا میگذرد و من در همه جا کار میکنم. و این حجت نزدکک نگر. کاری من و تو اینجا فرق کلان دارد. فهمیدی؟ حجت است، لیکن این حجت رو به یگان کسی دیگر نشون میدی. به سربازان دقت ده. این مسئله اینجا حل نشده است. دیلا برای دارو رفت اما برنگشت. دیلا چی شد؟ خوب هستی؟ نمیدونم آقای طاهر. برای دارو اومده بودم کسی به سرم زد. همه داروها رو بردند. اکنون ما چیکار میکنیم نمیدونم. کی داروها رو برده باشد؟ این کاری آدمانی تشکیلات. زودتر از پی شده داروها رو یافت اندازیم. بیا. اینجا را مثل بیمار خانه کرده ای جناب صبا. اگر خواهی تو رو خوابانم سینا. تشکر جناب صبا. یگان کمبودی نیست یلدوز. کمبودی تنها داروها با تن. انا آن را هم آورد. داروها آمدند. آفرین جمال. آفرین. داروهای ضد بیماری را آوردی ها؟ آوردم. برای دکتر یگان تا هم نماند. آفرین جمال. آفرین به تو. حضور دکتر در چی حال باشد ها؟ دیگر دارو نیست، آب هم نیست. اشنان مردم به دست ما افتادند. خلق برای از بیماری نجات یافتن به نزد ما می آیند. بله جناب صبا. مردم محافظان را پرتافته خودشان به نزد ما می آیند. اکنون تنها آنها را دعوت کردن میموند و خلاص. این آسان از جناب صبا. همینطور نه جمال؟ همینطور. نباشد من رفتم. جمال از قفای کار. بینید عجب کاری خوب شده. چی شد ایتین؟ چرا دیر کردی؟ نپرس.
چند نفر در راه زیلا را گرفتند. چطور شد؟ کی به این جرأت کرد؟ در رویشان نقاب بود. محافظان گویم آنها نبودند. سرباز گویم سرباز هم نبودند. زن را گرفتند، مرا سر دادند. ایستا سنان. با امری شما زن را به دهش بردیم. فرمانی نو را گوش کن. امر دهید. برای نجات مادرم دارو هست که؟ کمی مونده است برفین. میرسد. برای دیگران هم میرسد، لیکن امروز اگر همه‌شان تکرارا دارو نگیرند. طاهر، چی شد یلماس؟ هیچ کس را نیافتیم، گریختند. آقای طاهر، بیماران رو در بیرون جمع کردم. چیکار میکنی طاهر؟ با آنها راستش رو میگویم. گوش کنید برادران، داروها را آدمانی تشکیلات دوست دیدند. چی خیلی بشود؟ در این وضعیت بیماران را تبابت کرده نمیتوانند. آقای دکتر، ولی ما چی میشود؟ اکنون چیکار میکنیم؟ بیماران رو چی در تبابت میکنیم؟ همه بیمار. با این کودکان چیکار میکنیم؟ آقای دکتر کنیم. برادران، تا رسیدن داروهای دیگر منتظر میشیم. های دکتر، تو چی ها میگویی؟ چه دارو نیست؟ آب نیست، دارو نیست. این مردم کجا رود؟ با آقای زینب مراسله نکردی. آب خشک شد، این کار را حل کن. مردم بیمار دارو لازم گفته عرض کردی. اکنون که آمده دارو نیست میگویی. کمی دارو. این مردم به کجا رود؟ کجا رود؟ آخر این طرف میشود. بله، درست. آخر چیکار کنیم؟ همین طرف نه برادرم. در این سرما کجا رویم؟ در این کی را کوبیم؟ کودکانمو بیمارن گفته ندارم. بله، درست. راست نگفتم. کنیم هم گفتنیم. مردم با من گوش دهید. من حاضر از ورگینیز آمدم. چوره دردتان در ورگینیز است. برادران، جناب سبا مرکز سلامتی کشاده است. هم دکتر هست هم دارو، همه را قبول میکند. جمال، آنها دارو را از کجا گرفتند؟ اینش را نمیدانم، لیکن از کجایی که نباشد او دارو پیدا کرده است. آخر او مردم را دوست می‌دارد کو غمی مردم را میخورد. همین خیلی نه؟ آخر سبا طرفدار تشکیلات است. بله. با خدا خودتون میدونید. من شنیدم را گفتم. خواهید روید نخواهید نروید خودتون میدونید. ایستید. آخر شما او را میدونید. کودکان بیمارمان رو به کجا بریم؟ چی آنها در پیش چشمانمون بمیرن؟ دکتر یاری ده. تشکیلات کودکان محافظان را قبول نمیکنند. چیکار کنند دکتر؟ کجا روند؟ ایستید با تشکیلات باور نکنید. چی کار کنم آقای دکتر؟ طاهر، چی کار میکنیم؟ اکا
مادرم به درو صحت میشوند. اکنون از کجا گرفتنی داروها رو میدونیم. زود یک گروه آماده کنید. رفته داروهایمون رو میگیریم. این را چطور میکنیم؟ نمیدونم یلماز، اما باید آن داروها رو گیریم، وگرنه هم مادرم هم بیماران دیگر را از دست میدیم. چه خیل ریشداران را جمع کردی؟ اول کمی گریختن لیکن جمع کردم. تو با آن مردم بودی؟ این آدمان دینداران را دوست می دارند. در دست تسبیح گردانیده از حدیث ها به آنها کرامت می کنم. همه با جان دیل به من داده می شوند، اما آنها سلاح را نمی پذیرند. می پذیرند. تشکیلات این را می خواهد تا مردم را اغوا انداز. همه‌شان سلاح دار می شوند. بیایید بیایید، مرحمت دارید. درایید اپا. مرحمت. این چی است؟ همین قدر آوردی؟ سراسیمه نشوید جناب، همه‌شان می آیند. آنها دیدند دکتر علاج ندارد، همه‌شان می آیند. او درست میگوید. مردم دیگر علاج ندارند، می آیند. خیر، تو هم رفت بدرون. او کیست؟ این زکو، محمد زکو. آباکی زیکا. دکتر، بخیر است آقای دکتر. با کمک شما احتیاج داریم آباکی زیکا. در دهه ما همه بیمارن. احوال مادرم هم خیلی بد است. آدمانی تشکیلات داروهای ما رو دزدیدند. این طبقه‌ای خدا شفا دهد. پس این داروهای شمایند ها؟ بله آباکی زیکا. البته یاری میدیم، اما از دستی من چی میگوید؟ بیاید برادران، اماکی زیکا با ما یاری میدهند. السلام علیکم محمد زیکا. و علیکم السلام. و علیکم سلام علیکم اماکی زیکا. خدا به بیمارانتان شفا دهد. سلامت باشید. خدا به همه‌شان شفا دهد. اماکی زیکا، این کار را به خاطر بیماران میکنیم. یلماز و مراد را همراهی بیماران میدارید. سلیمه را گروگان گیرید. ما شما را نگاه کرده میستیم، بعد داروها را گرفته میرویم. فهمو پسرم، انشالله یگان کمبودی نشده کار بود می شود. خواطر نشید اماکی زیکا. کار از روی نقشه‌مان شود با شما خطری تهدید نمی کند. مرا فهمیدن گیرند. مهمش زلال و کودکان دیگر صحت شوند. خدا از تو راضی باشد محمد زیکا. راضی باشد. زیغ نشو. انشالله میگیریم. اگر نگیریم چی؟ برفی خدیجه برات دختر برفی مادر جان، صدقه شوم مادر جان. صحت میشوید، کمی صبر کنید. برفین با من آب ده، مدارم نماند. آب ده دیلا، آب تمام شده است. مادرم آب میخواهد. رفته از خونه میارم. تو نزدشون ایست. خدای زیبا. دیلا لبای خدای زیبا. برادر کجاست؟ چی شد برفین؟ برای آب میروم. آلدو، من هم تو رو دیدن میخواستم. میبینی که من نوه دارم.
مرا گرنگ نکن. نه با خدا تو رو گرنگ نمیکنم، فقط یک گپ داشتم. خیر گپ زن. چی میخواهی؟ زودتر گپ زن. وای گفتنی بودم الدو، من و تو بسیار وا میخوریم. اگر پدر من و تو رو یک جای بیند، هم تو رو میزند هم مرا. برای همین آمده مرا خواستگاری کن. نیچلا چه خیلی خواستگاری؟ چرا میزنم؟ نیچلا تو چی ها میگویی؟ من چی وعده دادم که تو رو میگیرم؟ تو چی؟ معنای هر زمان در برد پیدا شدنم رو نفهمیدی؟ چرا اکنون این طور میکنی؟ نه به خدا نفهمیدم. من این خیلی نیت نداشتم. دلی من قزبان رو میخواهد. از برای تو چند روز باز قهریم. الدوی نادان، چشمانی تو کور شدند. از هیچ چیز خبر نداری. من نگیرم تو را کی میگیرد؟ قزبان جانت تو را فریب میدهد. او به شوهر میبراید. خواستگارها الکی آمدن. تو باشی کوری. چی ها میگی؟ چی ها میگی؟ کی قزبان رو میگیرد؟ خواستگاری آمدن؟ کی قزبان رو میگیرد؟ رفتی مرا پرتافته رفتی. قزبان مرا ترسوندی. شنیدم که به شوهر میبروی؟ ها؟ به شوهر میبرم چی شده است؟ تو چی راست میگوی قزبان؟ ها؟ تو از کجا فهمیدی؟ البته بچه های دیهی ما بسیارن. با فکرم باز همون نجله بچه گفت. یعنی همین طور راست؟ ها؟ راست است. چی شده است؟ مثل هر یک دختر جوان من هم به شوهر میبرم الدا. پگاه باز خواستگار ها می آمدند. شاید این دفعه آنها را رد نکنم. به هر حال دیدن میخواهم که آنها کی هستند و از کجایند. داماد از کدام اولاد است و چی کار است؟ قزبان راست کن. من تو رو بزنی میگیرم. چی گفتی؟ به آنها نگو قزبان. من تو رو میگیرم. تو هیچگاه به معنی نوشته های من سرفهم نمیروی الدوی چوپان. نه به خدا نوشته هایت این خیلی معنی نداشتم. نوشته هایت رو خوندم، از خود کردم. انا اینجاست. این نیست. انا این انا یافتم به فکرم. انا چی؟ نچله بوده است. یافتم. انا این بین. انا بین. انا نگاه کن. تو را دوست می‌دارم. قزبان جان، من تو را دوست می‌دارم. قزبان جانم. قزبان، من تنها تو را دوست می‌دارم. باری دیگر گوی. قزبان، من تو را دوست می‌دارم. یک باری دیگر. گوش کن قزبان، تو را دوست می‌دارم. تو چرا با عملت نرفتی الدو؟ من؟ قزبان خانم مرا در دیه نوادار موندند. آنها به عملیات رفته باشند هم کسی باید دیه رو محافظت کند. همین طور نه؟ وای اگر داروها رو گرفته نآورند خاله زیلال میمیرد. البته میارن قزبان جان. قزبان جانم. بیایید جنابی سبا از آبی کلان بیماران آمدن. درآیند. البته درآیند. مرحمت درآیید. گذارید. درآیید. بیایید. گذارید. درون. دکتر در درون است. درآیید برادران درآیید. درون. آفرین محمد زکا. آفرین بدر. آفرین. مرحمت درآیید. آماده باشید. در آمدند.
از این طرف گذارید. همتون به این طرف گذارید. به این طرف. هیچ کس از جایش نجوید. نجو برو. سردی برو زود داروها رو گیر. خاموش از جایتان نجو به بید. داروها نرسید. نگیرید. به خفا آواز نبرارید. حاضر اینها محافظان. زودتر شاید این حالی پیدا کنی. به خفا یک طرف. از جا نجوم. رفته. ایستد. نجوم میگویم. به خفا. از جا نجوم. تو همراه نشو. استودیوی سیما تقدیم میکند کنسرتی نوبتی هنرمندی با استعداد شرفی قربان در کاخ تاجیکستان. شرفی قربان در این کنسرت سرودای نوی خود را پیشکش میکند. مهمانان کنسرت سروبی محمود، بهادر رفیع، اولیمی محمود، فریدونی خورشید و تاج‌الدین قربان. 21 مارس ساعت 14 در کاخ تاجیکستان. تلفن ها 987 0945 45 و 906 99 99 81. سر دهید وگرنه همه تون رو بپرونم. سر دهید بگویم. تو همراه نشو میگویم. به دکتر داروها باشن اون لازم نیستن. آواز نبرارید. به یک طرف. آرام. آرام شوید، به عقلی نکنید. یگان کس از جایش نجنبد. ما فقط داروهایمان را گرفته برمیگردیم. کنیست آیستا. پسرکم سردید. جان این کودک در دستی تو از دکتر. دکتر یاری دید. خاموش. پسرم را سردید. یا دختر رو داروها رو با ما میدهی یا کودک رو میکشم. خاموش. رها کنید پسرم را سردید. میگویم. سردید پسرم را. التجا میکنم سردید. سنی عبدالله. دکتر یاری دید. این کودک را من نمیشناسم. خاموش. رها کنید پسرم را. سینان داروها را میگیرم. احوال مادرم خیلی بد است. مرا نخندان دکتر. تو همون قهرمان نیستی که کودکان و مردم رو محافظت میکنم گفته وردی زبان شده ای. سینان رها کنید پسرم را. مرا دیوانه نکن دکتر. یا مرا نمیشناسی؟ نیست. با یک میجه زدن کودک را میکشم. میگویم. نجوم سنی عبدالله. میکشم. ای دمت را گیر. نجاتید پسرم را. سردید. سینان کودک را رها کن. تا گفته هایم را نکنی رها نمیکنم دکتر. سینان داروها را ده. اقلا نیمش را ده. سودا نکن دکتر. جدیست. تو داروها و یلدوز را با ما میدهی. من این کودک را مایلش سینان. اما تو از ده برآمدن سلیمه با ما میرود. کودکم را سردید. باشد بگذار گفتی تو شود. خاموش. ایست.
رهایش کنید التجا میکنم جانم داد نزن سردید پسرم رو رهایش کنید التجا میکنم پسرم دکتر را شنیدید برایت از ده روید داد نزن روید التجا میکنم رهایش کنید دکتر نیست گفتم پسرم زنی ابلک دف شو از اینجا ایستا دف شو زنی احمق دف شو با مادرم آب آوردم خدای زیبا مادر خدای زیبا نوشید نوشید اکاد حالا هم نامده است می آیند مادر جان می آیند انشالله لوری 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 کامن صبرو آلا نجینامن تدو حالی برچاله من چاره نایه جدست من لوری 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 کامن صبرو آلا نجینامن تدو حالی برچاله من چاره نایه جدست برو سرده گم شو رو گفتم پسرم جانی من جانکم خوب هستی؟ اکنون مرا نزد گوش کنید در ورگینس هم دکتر هم داروهای ضد بیماری هست درمان برای همه کشاده تنها به محافظان راه داده نمی شود یعنی محافظی را مانید سلاحتان را پرتایید کودکانتان را تبابت کنید مرا فهمیدید می رویم رفتیم لوری 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 کامن صبرو آلا آقای دکتر این را از درون گرفتم به خاله زلال ضرورتر است تشکر به شما تشکر لوری 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 کامن صبرو آلا نجینامن تدو حالی برچاله من چاره نایه جدست لوری لوری سرچیا بدومانه باوی من
بریم کوره به درمان گلو چمام غزانه مگری کاملاله مگری او چه حاله شین زواله مگری گلو چما خان ملاله مگری او چه حاله مگری شین زواله مگری او مگری مرا ببخشونمز برادر با آقای دکتر هم رسانید هیچ جوی حضور پرسی نیست درست میگنی برای کودکت مجبوری این کارا کنی گیر برادر از افتش تنها مانده بسیاری محافظان سلاحایشان را سپاریدند آخر همسر و کودکانشان بیمارند از مجبوری به ورگی نیز میروند از آنها خفه نیستم مجبور شدم طاهر حال خاله زلال چی می شود؟ داروهای گرفتمان کمی تاثیر کرد اما داروهای از شهر پرسیدمان اگر در وقتش نآید مادر جان چی شد با شما؟ مادر زیلان مادر جان زیلان در کجایی؟ مادر برفین چی شد؟ در کجایی تو؟
یکم رو میجستم در این جای ها نیست و سرم بالای آمده باشد که ترسیدم رفته به یلمز گوی که احوالی مادرم خیلی بد شده. بایش بر مادر جان یلدوز چه شده ایستاده است؟ داروها در دست ما و مردم چیکار کند؟ تو چه خیل دکتر هستی ها؟ همه را به اینجا جمع کردیم شما را نجات میدهیم گفته ما را شرمنده کردی. چی شدنشو من هم نمیفهمم. اول همش خوب بود. داروها میرسند. لیکن یک بیماری سراتی دیگری هست. باید از طاهر مدد پرسیم. تو چی ها میگوی یلدوز؟ ما دکتر را چه خیل دعوت میکنیم؟ اگر مردم او را در اینجا بینند چی میگویند؟ تشکیلات این کار را با ما فرموده است. مردم پریشان نشده رو یکون کار کن. تحلیل خون گذرانیدن لازم. چیکار کردنم رو نمیدونم. بیماران شکایت های گوناگون میکنند. ما مجبوریم از طاهر مدد پرسیم. سینان بگذار گفتی تو شود. از دکتر یاری میطلبیم دیگر علاج نیست. تو چی ها میگویی باتن؟ بین خود چی ها میگویید؟ چی به دکتر نمیشود؟ نه نمیشود. طاهر را خودمون خبر کرده از اون میفهمیم. بعد او رو نیست میکنیم. باز زنگ میزنند. لبای قماندان باز یک عملیات دیگر هست سینان. دهه های کوهی را تیرباران میکنی. شمارهشان مهم نیست. مهم دیگر چه است؟ فهما قماندان شما دل پر باشید. سپارش نو گرفتم. با دهه های کوهی مهمان میشویم. این کار را تو حل کن سینان. من رفته دکتر را میارم. فرزندانم از من راضی باشید. مادر جان این طرف نگوید. شما سیاد میشوید. داروها داروها مادر جان. دکتر داروید رئیس. خدا شفا دهد زلال. بیا. چی شد رئیس؟ مسئله آب را دیدید؟ بله آب را فهمیدم لیکن چخیل گرفتنشون نمیدونم. یعنی چخیل؟ دکتر از همه چشمایی به ما نزدیک در نزدیکی دهه آقای زنلان می باشد. لیکن او خودش را نوحی پیغمبر گرفته است. آب را نمیدهد. رئیس ما مجبوریم آب را بیاریم. به آبی تازه نوشو که بیماری زیاد می شود. میکروب همه جا را زیر می کند. من چی میگویم دکتر؟ وای آدم رو زنش مرد. خونش ویران شد. اکنون دوای خون میگوید. این را تو هم فراموش نکن. پس چیکار کنیم رئیس؟ چی خیلی مسئله آب را حل میکنیم؟ وای نمیدونم لیکن حل میکنم. البته حل میکنیم. آقای حمید روان گپ زنن. من رفته چقدر فهموندم فایده نکرد. خوب شده است. تو کیستی؟ از بابای ابراهیم به تو سلام آوردم آقای زینب. و علیکم السلام. به تو چی شد آقای زینب؟
چرا تو حق را از ناحق فتح کرده نمیتوانی دستانت را با چی آلودی؟ بله دستان من به این کار آلوده شدند. تو مگر نمیدانی که بهشت به ارزانی از تو نمیشود یا اینکه جهنم را میپسندی؟ خداوند در این دنیا همه ما را امتحان میکند تا اینکه امتحانی وزنی در آن دنیا ما را پیش نآید، تا اینکه در آن دنیا به عذاب جهنم گرفتار نشویم. مگر در قرآن کریم نخوانده ای که به کسی ظلم و شکنجه را روا نبینید در آخرت چی جواب میدی آقای زینب؟ آقای زینب به خود بیا، با ظلم و خدا بیخبری آخرتت را برباد میدی. آخرت را فکر کن. خداوند ظلم را دوست نمیدارد و ظالمان را نمیپسندد. عقلت را کار فرما، با ظالمان برابر نشو. آهی بیچارگان عرش را میسوزاند، فراموش نکن. ظلم برای ظالمان است آقای زینب. خداوند آب را اینجا ارزانی داده است، تو حق نداری آن را به بیچارگان ندی. از روز آخرت تر زینب، آتش جهنم خیلی پرشیدت است. خداوند برای نجات تو باز یک امتحانی پیش آورد. از بهشت فکر کن. خدا و جنت را هیچگاه فراموش نکن زینب. برا ایست کیستی برا کیست تو بخیر است انشاءالله بخیر است بخیر است انشاءالله تو کیستی؟ آقا مرا ببخشید ناراحت کردم، اما کسی نزد شما اومده است. از بابا ابراهیم به تو سلام آوردم آقای زینل. ایستو مرو آقا و آدم کی بود میشناسید؟ آقا؟ راه به مردم یابی کلان خبر ده، چقدر خواهند آب را گیرند. فهمیدم آقا. سعید در کجایی؟ بعد چقدر وقت اینجا میشوی؟ سعید تو بگو خیلی دیر میشود. احوال مادرم وزنین است. فهمو زود بیا وگرنه مادرم رو از دست میدیم. یعنی داروهایی نمی آید. بیاید میبینیم. تموم آقای دکتر؟ کارتون رو حل کردید؟ حل شد قزبان، تشکر. اکا حالی مادرم بد شده از داروها رو کی میارید؟
داروها بگاهی میرسند. مادرم رو تا بگاه نگاه داشته میتوانیم. چیکار میکنیم اکا؟ نمیدونم برفین. بغیر از دعا کرده انتظار شدن علاجی نداریم. اصلا داروی دوا یک سبب است. شفا را به ما خداوند خودش میدهد. دکتر یک گپ داشتم. گپ زن. با تن قماندان با تو گپ زدن میخواهد. این به زنده ماندن مادرت دخل دارد. حاضر می آیم. خیر. چی میخواید؟ از تو یاری میطلبیم طاهر. بیمارها فوتیده ایستادند. چیکار کردن ما رو نمیدونیم. خون رو تحلیل کردن لازم. در یک کاغذ نوشته ده. یلدوز از روی آن تبابت میکند. صحت شوند به تو هم دارو میدهیم. تو برای مرگ آدم شرط میکنی، نه برای نجات حیاتی آنها. با این کار همراه نشو. تا بیماران را تشخیص نکنم کاری کردن نمیتوانم. من باید خونشان را تحلیل کنم. یاری ده طاهر، وگرنه همشون میمیرند. یاری میدیم، اما اول داروها رو به من دهید. نه دکتر، اینطور نمی شود. اول تبابت، بعد داروها رو میگیری. مایلش بگذارم این خیل شود. یلماز، در آنجا تحلیل خونشان را میبینم. بدیلا گویی که چیزهای لازمی را به ورگینس فرستد. با آنها چه خیل باور میکنی طاهر؟ یلماز، حاضر حیاتی مادرم و بسیار نفرانی دیگر در خطر است. من مجبورم، دیگر علاج نداریم. اکا اکا پرانید اینها رو، پرانید. این کاری ما به شما درس می شود، یا با گفته های ما اطاعت می کنید یا از این خاک دفع می شوید. رفته حالا هم شما خوابیده اید، حالا هم بیدار نشده اید. کاری کرده تشکیلات را دیده. آنها بدینند، آنها کافرند. بر ضد هر بدین و
کافر مبارزه بردن برای هر یک مسلمان فرض است. آخر خوابیدن بس است. بیدار شوید، خودتان را محافظت کنید. در وقتی رنج و عذاب عملیات تو خیلی آسان می شود چتین. گفتنید که همه‌شان را به قتل رسانم. همه‌شان را. از آنها تنها یک نفر میماند، همان هم دکتر. تا عبدال با دینداران کار نکند دکتر میتواند به ما فایده بیارد، زیرا آدمان از پسی او میروند. بعد از او چی خلاص میشویم؟ این کار آسان. تا اول سلاح ها را تقسیم کن، تا آن وقت دکتر بیمارانی تشکیلات را تبابت می کند. در وقتی خشم و دیوانگیش تو را دستگیر می کنی. در مکتب هم خیلی کار کردی. کارمون آسان نیست میدونی کو. هر لحظه مشقت رو طلب میکند. سلیما تخمینم درست برآمد. باز یک سیرایتی نو. تبابت را با آنتیبیوتیک ها دوام ده. همه وقت نظارت کن. داروهای تیار کرده همان را زود به بیماران میدی. همش رو قید کن. فهمو؟ همه کارو تو میکنی، اما بیماران که صحت شدند من و تشکیلات را قهرمان اعلان میکنند. این مهم نیست سلیما. درد من قهرمانی نیست. بیماران شفا یابن کفایه. باید زود عمل کنیم، وگرنه بیماران زیادی را از دست میدهیم. سلیما، برای آنها از تو عذر میپرسم. با فکرم به تو ضرری نرساندیم. تو آدم خوبی طاهیر، به تو باور دارم. آن لحظه درباره ضرر فکر نکردم. یلدوز، این شهرمردان این خاک و زمین را نجات میدهند. افسران الله شده در این سرزمین نام میبرارند. تقصیرم، کسی را که انتظار بودید آمد. خوش آمدی. امر نمایید حضرتم. تشکر به تو طاهیر. دکتر، کارت را تمام کرده. با داروها کارم تمام، اما با شما کارم تمام نشده است. شما با حیات آدمان بیچاره بازی میکنید. اگر در وقتش کوشش کرده بیماران رو تبابت نمیکردیم کار خیلی بد میشد. اینها را مان دکتر، ما کارمان را خوب میدونیم. این آدمان خیلی سرکودکن. اگر دو سه تاش کم شود هیچ گپ نیست. کاری شما چی است؟
شما تنها کشتن رو میدونید و خلاص یا یگان کاری دیگر دارید؟ لقیدن رومان و برآمده رو. مرحمت، خوش آمدی. الو فهمو میایم. با کجا؟ چی شده است؟ کاری تو نباشد. در وقتی خوابت هم از اکت منتدار شو وگرنه تو رو نیست میکردم. دیر کردید. ما دیر نکردیم بلکه در وقتش آمدیم. تو این را فراموش نکن که در وقتی خواستد کار را بود میکند. اینها فرموده های دکتر، امضایش هم هست. خبری گرفتم اون درست است قماندان. بله. جایهایتان رو اشغال کنید تا من اشارت نکنم کسی آتش نمیکشد. فهمیدم قماندان. گپایشان پخت. آماده باشید. ببینیم این دفعه چیکار میکنند. خدا رو شکر که گرفتم برفین. تبابت رو زود سر بکنیم. دیلو کمک. خوب آقای طاهر. آقای طاهر. برزن چی شد؟ از کتاب یگان چیزی یافته توانستی؟ همه رمزهای مخفی را فهمیدیم. خیر؟ مرکز آنها را تحلیل کرد. در حجت 4 نشانداد آمده است. از روی نشاندادها یک تاش در مسجد دهه آبی کلان است. در دیگرانش چی؟ یگان حجتی به آن دخل داشته نیست. اما عملیاتی که در مسجد دهه آبی کلان باید گذرد 3 تای دیگرش را به ما روشن میکند. خدا را شکر خالای زلال به خود آمدند. با آقای طاهر تشکر گوی. فرزن برای مادرش باید همه کارو کند. مرا ببخشید مادر جان که کمی دیر کردم. بخیر است انشالله. کو بین عمر جان؟ رفت بین عمر جان.
آقای دکتر در همین جاست. بله در درون. آقای دکتر، آقای دکتر. این تویی. تو در اینجا چیکار میکنی؟ برای به تشکیلات کمک کردنتان شما را حبس میکنم آقای طاهیر. زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. میخوانم من عاشقانه تو برو برو نخوانه نمیرم اگر نایی دوست داشتم و دارم توی عمر دوباره بخوای یا نخوای در آغوشی تو میمیرم در آغوشی که از بالا تنها شدم بیادی تو گریه کنم یا وقتی که رفتی دیگه چشمام سو نداره این خواد تا با منی هیچکی نمیتونه قلب تو رو از غم رکیب لوزومه عزیزم میدونم که مرا تو دوست میداری اما افسوس پیراهی تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.